ماهی و بهاری را از خوانندگان بازگردانیدند. دادگاه شهر خوجند یک مسئول شرکت بلیط فروشی را با جرم فریب مشتریان و از خود کردن پول آنها عیبدار دانست و 10,000 سامانی جریمه بست. بختیار غنیف خزینه‌دار شرکت اوریان تریدینگ اینچنین 2 سال از حق کار در این وظیفه محروم شده است. ماموران دادستانی بختیار غنیف را ماه سپتامبر امسال در پی شکایت 2 نفر بازداشت کردند. مشتری ها شکایت کردند که غنیف با آنها بلیط هواپیمای خط سیری مسکو خوجند را که 3000 سامانی نرخ داشت خودسرانه از 3200 تا 3480 سامانی فروخته است. غفران غنیف پدری بختیار غنیف به رادیو آزادی گفت که پسرش از کم تجربگی به کمبود راه داده است. اکنون به کار دیگر مشغول می شود و احتمال خودش به مهاجرت کاری به روسیه رود. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است، از ولادیمیر پوتین در حل قضیه‌اش کمک خواسته است. او هفته گذشته در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نامه شکایتی خود را به سرگئی لبدف رهبر اجرایی این اتحاد سپرده از او خواسته است عرضش را به پوتین رساند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه با کرامت شریپوف هم صحبت شده، از او پرسید در نامه شکایتیش از ولادیمیر پوتین چه خواسته است. من یگانه خواستم از آن که چون چیزی که من نوشتم، اون چیزی که مراجعت کردم، اون چیزی که در سودای روسیه پایمال شدن، سودای روسیه خریده شدن، من میخوام با یاردم شما با پوتین رسانم، با پرزیدنت روسیه رسانم. این چی به صاحبی، این چی به قدرتی انسان است. چون که من هیچ وقت شهروندی تاجیکستان هم نبودم و 2 شهروندی هم من هم نداشتم. چرا این کارا کردید؟ شما در همین عریض مشخص نویسید که از طریق لبدف و پوتین رساند؟ البته هست، من به شما میسپارم، این هست البته که به پوتین رسانده شود. همین در این عریضه هست، در این عریضه در عریضه دیگر من پیش از این پیشنهاد بود با دیگر ساحهای دولتی که ما با پوتین حتی با وزیر مدافع با شایگو از نام دیگر شخص ما نوشتگم. حتی اگر فامیل کرامت شود در آنجا پرفته می شود در قسمت بالا از دیگر شخص به نام یک زن نوشته. وقتی شما مکتوب رو میکشید آنجا کرامت شریف است، در قسمت بالای کرامت شریف نیست، در آنجا یک مستوره محمدیه. چون این از مکتوب خدا دستگیر شود با آنها. درست است، تشکر. حاضر مسئله بحثتون در سودها در چی وضع؟ سودایی که امروز در روسیه هستند، یک سود به ورخوان بالا رفت، حتی نظر هم ننمودن، نقشودن و به اعتبار هم نگرفتن، موندن که دپارتاسی کرامت شریف درست است. دویمش که این سودایی که در تاجیکستان 5 سود شد. یک سود در حالت بودن گذشت زیاده از 3 ماه گذشت در سود سامانی از قسم پایانی و پیش از این فیض آباد بود دیگر جهان بودن که اونا با اونها تکدن. عاقبت آمده به سود شهری رسید، دیده برآمدنیان بعدتر نظر نشد، بعد عاقبت گرداندن اونا با رئیس سود، چون که ورخوان سود از ما قبول کرد. امروز همه هست دلیلا ما با ورخوان سود رفته ایستادیم و میسپاریم. یعنی همشون تو دادگاه عالی حالا رد کردن؟ رد کردن. و چرا مهلتش درست کردن؟ با ما اینکه مهلت درست کردن این فکرم ترس است. بینندگان ارجمند شکل پوره مصاحبه با کرامت شریپوف در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. با تماشای آن شما به همه سوالهایتان که به عنوان رادیو آزادی در رابطه با قضیه کرامت شریپوف فرستاده بودید میتوانید پاسخ بگیرید. ساکنان از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان میگویند 2 هفته باز در یک شبانه روز همگی 7 ساعت برق میگیرند. مقامات جای داشتنی لیمیت را رد میکنند، اما رژه انتقال برق به یاد ساکنان لیمیت سالهای گذشته را میآورد. تاجیکستان بنابر کمبود آب در آبانبار نیروگاه‌هایش در فصل زمستان برق کافی تولید کرده نمیتوانست و بنابراین در انتقال برق به منطقه‌ها محدودیت جاری میکرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا. در محله چیمتپه در جنوب شهر دوشنبه بیش از 1 هفته باز ساکنان در یک شبانه روز 7 ساعت برق میگیرند. صبح بر وقت و بیگاهی شست و شو کردن امکان ندارد چون آب از طریق نساس به خانه آنها می آید و نساس باشد بدون برق کار نمی کند. مکتب در مجلس بودم در حالت یمو ایسوبی سیمو کنند، سیموی گلاونی علیش که ایسیان سیمو را که سوس کردن بو سویت باید بشود. خواهد بیگانه میتیه باید شام دا قرب میتیه با ساعت 10 دا 11 را میکشه با بیگان ساری 8 خاکی مود همی چیزی که سویت نموشه او نمیشه. برای چی او نمیشه؟ گلوبینی نسوسه
من آده فرود به او نمیشه همین چیز دیگه. تاجران میگویند ساکنان اطراف شهر را درباره قطع انتقال نیروی برق آگاه نکردند. از این رو تقریبا همه مغازه‌های خرد و فروشگاه‌ها زیان دیدند. نامد سویت مو من کردیم دیگه قبول نکردیم چیزوره. در شرکت برق تاجیک از نو جاری شدن لیمیت برق را به مثل سالهای پیشین رد کردند. سالهای قبلی ساکنان تاجیکستان در یک شبانه روز همگی یک چند ساعت برق می گرفتند و مجبور بودند منزل خود را با هر راه گرم کنند. شمع می خریدند تا خانه خود را اندکی روشن کنند. تنها سال گذشته کشور موسم تیر ماه و زمستان را به محدودیت نیروی برق سپری کرد. حالا برق تاجیک اصرار می‌ورزد که بنابر ادامه داشتن کارهای تعمیر در خطها انتقال برق به منزل ساکنان منظم نیست. نه لیمیت نیست. به زودی همش حل می شود. ساکنان اطراف دوشنبه به این نظرند که مقامات از گفتن حقیقت سرپیچی می کنند و به قول آنها هنوز هم کمبود برق مسئله مبرم است. به وعده مسئولان هم که میگویند بعد از چند روز برق بدون محدودیت تامین می شود باور ندارند. واقعا اگر کارهای تعمیری جریان داشته باشد چرا شب برق خاموش می شود؟ مگر تعمیر شبانه هم دوام می کند؟ شهروندان بر اینند که در کشور باز هم نیروی برق نمی رسد، اما شرکت برق تاجیک نمی خواهد در این رابطه لب وا کند. به قول کارشناسان از ماه نوامبر نرخ نیروی برق بالا می رود تا که وضع مالی برق تاجیک بهبود یابد. شاید آن زمان تامین برق هم به تنظیم درآید. در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق و نرخ گران آن که سر از ماه نوامبر به 20 درم میرسد شکایت میکنند، تا به امروز مردم ترکمنستان برای برق و گاز و چند مواد نیاز اول اصلا پول نمیدادند. اما اکنون وضع تغییر یافت. حکومت ترکمنستان امتیازهای اجتماعی از جمله آب، نمک، گاز و برق رایگان را برهم می‌دهد. پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدوف قرار تنظیم تامین ساکنان ترکمنستان با آب و نمک، گاز و برق را امضا کرد. طبق این قرار آب، نمک، گاز و برق از 1 ینور سال 2019 هم برای ساکنان ترکمنستان پولکی خواهد شد. ولی وکیلان پارلمان تاجیکستان این قرار رئیس جمهور را با کفگویی قبول کردند. چرا ترکمنستان یک بار آب و نمک و گاز و برق رایگان را برای ساکنانش از بین برد و آیا این به معنای ختم سوسیالیسم ترکمنی است؟ با این سوال به بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی رادیو آزادی مراجعت کردیم. من فکر میکنم سبب این در بحران اقتصادی و مالی است. حکومت ترکمنستان تا به حال به اهالی برق، گاز طبیعی و آب را رایگان میداد، اما حالا حکومت قدرت مبلغ گذاری کردن این را ندارد، بنابراین آنها این را قطع کردند. اما برای من عجیب است ببینم وقتی که مردم پول آب و برق را پرداخت کردن نمیتوانند، حکومت چه خواهد کرد؟ زیرا وقتی ترکمنستان دسترسی مردم را به آب و برق بنابر پرداخت نکردن پول آن قطع میکند، سر زدن مشکلی های جدی در جامعه ترکمنستان از احتمال دور نیست. سوال دیگری من از بریوس پنیر در مورد مناسبات تاجیکستان و ترکمنستان بود. روابط دو کشور طی ماه اخیر پیچیده شد و روای ماشین‌های بارکشان تاجیکستان طریق قلمرو ترکمنستان مشکل گشت. چه عامل به اندیشه شما باعث سردی روابط دو جمهوری دوست شد؟ معمولا مناسبت‌های تاجیکستان و ترکمنستان خیلی خوب است. هر مشکلی که در روابط دو جانب سر میزند وابسته بر راه آهن است. چند پیش جانب تاجیکستان اندیشه را بیان داشت که احتمال به آنها راه آهن تاجیکستان و ترکمنستان که طریق افغانستان می رود در کار نیست، اما این واکنش تند ترکمنستان را به بار آورد. اما تا این هم اگر در یاد داشته باشید، سال گذشته تاجیکستان گفته بود شاید قطارهایش که اساساً مهاجران استفاده می کنند تنها طریق قلمرو ازبکستان به روسیه روند و از راه ترکمنستان استفاده نکند. این گفته هم واکنش ترکمنستان را به بار آورده بود که چرا قطارهای تاجیکستان بدون راه آهن ترکمنستان می روند. فکر می کنم تنش ها در مناسبت دو کشور به راه آهن وابسته است.
تشکر از بروز پنیر برای صحبت و ضمناً زمانی که این برنامه تهیه میشد خبر رسید که ترکمنستان با ماشین‌های بارکشان تاجیکستان که چند هفته در مرز این کشور در مانده بودند اجازه عبور داده است. ما هر تحولات این خبر را پیگیری داریم و در نشرهای من بعد شما را با تفصیلات دیگری آن آشنا خواهیم کرد. در تاجیکستان تعطیل آخر چورک‌ها را به خوانندگان مکاتب عمومی بازگردانیدند. با قرار حکومت تاجیکستان خوانندگان مکتب در انجام هر چورک تعطیل خواهند داشت، اما تحصیل از این به بعد تا 14 ایون ادامه خواهد کرد. تعطیل های معمولی خوانندگان 8 سال پیش در اوج بحران انرژی و مشکل تامین گرمی در صنفخانه ها با قرار عبدالجبار رحمانزاده سابق وزیر معارف بیکار شده بودند. بازگشت تعطیل ها را معلمان و خوانندگان چگونه قبول کردند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. سلام بچه. بازگشت به نظام تحصیل و تعطیل‌ها در مکاتب میانه با 4 موسم را اکثر استادان و خوانندگان در مکتب‌های تحصیلات عمومی استقبال کردند. به قول آنها پس از هر 2 ماه تحصیل 1 هفته و یا 10 روز تعطیل کردن فشار روانی را از دوش خوانندگان به خصوص محصلین صنف‌های پایانی می‌بردارد. وقتی که بچه‌ها در تعطیل زمستان میرن یک ماه دراز آن چیزایی که میخوندن همه اینا فراموش میکردن. معلم در دشوار بود وقتی که از تعطیل یک ماه میامدن ما معلما با ویا سوال و جواب میکردیم در کله بچه یگان چی ماندگی نیست و یا 1 ماه در همین خانه دم میگرفتن، نه کتاب میخوندن نه هیچی. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان 4.1 در مکتب‌های تحصیلات عمومی از 1 سپتامبر تا 31 اکتبر، 4.2 از 11 نوامبر تا 31 دکبر، 4.3 از 11 январ تا 20 مارت و 4.4 از 1 اپریل تا 14 ایون ادامه می‌یابد. طبق این قرار سال تحصیل 36 هفته را در بر خواهد گرفت و انتهای تحصیل 14 ایون خواهد بود. اما تمدید تحصیل تا 14 ایون را اکثریت نامطابق با شرایط تاجیکستان عنوان می‌کنند. هوای شهر دوشنبه بنیاد گرم می‌شد. صنفخانه‌ها بسیار گرم می‌شدند. خوانندگان تا حتی من شاهد اون یک واقعه هستم که دخترها 2-3 نفر در رفت درس من بیهوش شدند از هوای گرم. محصلینی که در گذشته با نظام ادامه تحصیل تا 25 می و 7 ایون آشنا هستند، تمدید درس‌ها تا 14 ایون را در شرایط اقلیمی تاجیکستان به منفعت می‌دانند. دیگر شهرها در اروپا و روسیه ده уже 25 را تمام میکنند. اگزامینو را уже تمام میکنند. 25 27 ماکسیموم تا 30 از 14 کلیمت ما را میدونه که به حد مشکل است. 40-45 گرادوس میشود تا 14 همه میدونه که تا 14 هیچ کار نمیکنند. просто میروند با عبرت نخونند. پیش از همون قانون آوردن باید میپرسیدند در کار است در کار نیست. همه را با فکر همه خیلی فکر میکنند رنگی ما. این در حال است که آخر ماه می امسال بیش از 600 پدر و مادر با ارسال یک نامه به حکومت کشور خواستار برگردانیدن زنگ آخر به 25 می شده بودند. آنها از طولانی بودن سال تحصیل که بدون استراحت در موسم تیر ماه و بهار و در گرمای تابستان تا 7 ایون ادامه میکرد نگرانی کردند. 8 سال پیش در اوج بحران انرژی و مشکل تامین گرمی در مکتب‌ها با قرار وزیر معارف وقت تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده از حساب اختصار شدن تعطیل‌های 1 هفته‌ای تیر ماهی و بهاری مهلت تعطیل زمستان تا 1 ماه تمدید شده ماه январ را فرا می‌گرفت. در یک قرار دیگری وزارت تجلیل زنگ آخر هم منع شده روز آخر درس نه 25 می بلکه 7 ایون تعیین شده بود. حالا رسیدیم به پایان برنامه امروز. خدا حافظ.